در ادامه مسیر برنامه یاد خدا به مناسبت دهه پرخیر و برکت کرامت و چقدر بهتر که همه با هم در کنار حجت الاسلام المسلمین حائری‌زاده عزیز و نازنین هستیم که افتخار دادن امشب قدم گذاشتن به چشممونم. سالها بود ایشون رو از نزدیک زیارت نکرده بودم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارک بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای قوامی عزیز و همه بینندگان خوب و صمیمی عرض سلام و ادب و احترام دارم. دهه کرامت رو و ولادت سه بزرگوار حضرت فاطمه معصومه، جناب احمد ابن موسی و آقا جانمون علی ابن موسی رضا رو سلام الله علیهم اجمعین رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم. مخلصیم، ما خدمت شما هستیم و خیلی هم خوشحالیم از این بابت. زنده باشیم. ما قراره که از امشب تا انتهای دهه کرامت خدمت حاج حائری‌زاده عزیز و نازنین باشیم. دیگه محور بحثمون هم که عالم آل محمد هست، همه کس و کارمون، پشت و پناهمون امام رضا جانمون. الحمدلله رب العالمین که این توفیق هم رفیقمون شده، میتونیم یه نمی از یم وجود نازنین حضرت رضا سلام الله علیه رو به کام دلمون آشنا کنیم به زبان گرم آقای حائری‌زاده عزیز. خواهش میکنم. قبلش اگه دوست داشتین راجع به حضرت شاه چراغ یه چند جمله بفرمایید استفاده بکنید. خواهش میکنم. من یه نکته خیلی کوتاه عرض میکنم. ما از حضرت احمد بن موسی شاه چراغ سه تا نکته کلیدی رو عرض میکنم که ایشون در زندگیشون این سه تا نکته رو رعایت میکردن: جذب نور و حفظ نور و نشر نور. یعنی در تمام مدتی که زندگی کردن هدفشون و غایتشون این بود که نورانیت رو جذب کنن از دو کانال. یکی کانال قرآن، انا انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن نوره. یکی هم کانال اطرد که تو ذات جامعه کبیره میخونیم کلامکم نور. یعنی این که تو روایات دیگه داره المؤمن مدخله نور، ورودش تو دنیا نوره، مخرجه نور، خروجش از دنیا با نورانیته. کلامه نور، حرف میزنه نوره، سمته نور. اینا همه نشون میده در صراط مستقیم بودن و به هر حال ایشون همه هم و غمش این بود که از مدار قرآن و اطرد خارج نشه. همین نکته هم که شما اشاره فرمودید عده‌ای اومدن با ایشون بیعت کنن، فرمود ما خدا و مرید آقا جانمون علی ابن موسی رضا هستیم، ولو کوچکتر از منه ولی ما خدا و مریدش هستیم و همگی بریم با ایشون بیعت کنیم. نکته دوم حفظ نوره. خیلی وقتا ما کارایی رو انجام میدیم، قرآن میخونیم، دعا میخونیم، هیئت میریم، ولی نگه نمیتونیم بداریم. آره، نگه داشتنش خیلی مهمه. به دست آوردن یه چیزه، بله. حفظ و نگهداریش چیز دیگه. اینجاست که امام باقر علیه السلام میفرماد الابقاء علی العمل اشد من العمل. سخت‌تر اون حال و نگهداری. مثلا شما ببینید محرم ماه مبارک رمضان دهه کرامت، همه حالشون خوبه بالاخره تو جلسات، ولی نگه نمیتونیم بداریم. چرا؟ برای اینکه آفت بهش میخوره. برای اینکه ما نگهش داریم باید 4 تا نکته رو رعایت کنیم برای حفظ. ما داریم عرض میکنیم جناب احمد بن موسی سلام الله علیه، ایشون 3 تا نکته رو تو زندگیشون داشتن: جذب نور از کانال قرآن و اطرد، حفظش و نشرش. حالا این حفظ نور اولش با مشارطه است. اول صبح آدم با نفسش شرط کنه آقا این زبونتو نگه دار، کنتور ولنگاری زبانمونو از 100 خودمون میگم برسونم به 90. روزای آینده از 90 برسونم به 80، سیر نزولی داشته باشه. یا عصبانی میشم، زود از کوره در میرم، مراقبت داشته باشم، شرط کنم با نفسم در طول روز مراقبه. چرا میگن مراقب؟ مراقب از رقبه است. رقبه یعنی گردن. مراقب به کسی میگن که گردن میکشه، کسی دست از پا خطا نکنه، بچه تقلب نکنه سر امتحان مثلا. یعنی گفتن کشیک نفستون رو بکشید، مواظب باشید. خلاصه آقا امام هشتم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه ما
اینا کسانی بودن که واقعا تو مسیری که حرکت میکردن سعی میکردن این نکات رو رعایت کنن و برای ما تمام کارهایی که انجام میدادن، حرفایی که میزدن برای ما حجت شرعیه. به همین جهت ما میگیم قول امام معصوم حجته، فعلش حجته، تقریرش حجته و ما میتونیم درس بگیریم. مراقبت برای افعال و اعمالمون داشته باشیم. خیلی شیطان زیرکه، گرچه ان کید شیطان کان ضعیفا، ولی هر کی از راه خودش میاد. هیچ وقت به من امثال من نمیگه مثلا مشروب الکلی سرو کن، ولی میاد میگه غیبت کن، میاد میگه تهمت بزن، میاد میگه آبروی مؤمن رو ببر. دزد سراغ کسی میره که جیبش پره. بله. جیب خالی که سراغش رفتن نداره. بنابراین تمام همت شیطان اینه که اون حال ما رو از ما بگیره، خرابش کنه. به هر نحو ممکن او زورش رو میزنه. خودش هم قسم یاد کرده فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. فقط زورم به بندگان مخلص نمیرسه و ما میتونیم به این نقطه برسیم. لذا مراقبه، بعدش هم آخرش هم محاسبه، از نفس اون حساب بکشیم. خب چند تا دل به دست آوردی، چند تا دل شکستی، چند تا کار خوب. آقا نماز صبحم قضا شد، حتما یه علتی داره دیگه. بعدش هم معاتبه است. انسان اگر یه جای خطا کرده روزه بگیره، خودشو با ذکر، با روزه، با ریاضات نفسانی، این میشه در واقع حفظ نور. پس ما برای حفظ نور مشارطه، 4 نکته رو باید مشارطه با نفس، مراقبه، محاسبه و معاتبه. معاتبه یعنی جریمه نفسانی، جریمه کنیم. و آخرش هم نشر نوره. این نورانیت رو به دیگران رو منتقل کن. اگه قرآن میخونیم، اگه مسجد میریم، دست 2 نفر دیگران ببریم. اگر کار خیری انجام میدیم، این خیر رو به دیگران رو منتقل کنیم. چه اشکالی داره؟ اگه یه چیزی بلدیم، این رو زکات العلم نشرو. زکات القدرت العفو. آدمی که در اوج قدرت میتونه تلافی کنه، ببخش. زکات الجمال العفاف. این همین روایت از حضرت امیر علیه السلام. کسی که خیلی زیبا هست، زکاتش بینه که عفیف بودن خودش رو بیشتر حفظ کنه، چون در معرض، در خدمت. خیلی عالی، دست شما درد نکنه، خدمت از ماست. زنده باشید. اما بحث ما همونطور که اشاره کردین درباره سیره اخلاقی حضرت رضا سلام الله علیه هست. میخوایم ببینیم امام رضا جانمون که اینقدر ما دوستشون داریم و هر وقت اسمشون میاد یا دهه کرامت نزدیک میشه یا ایام ولادت و شهادتشون نزدیک میشه، دلمون پر میکشه مثل کبوترای حرمشون. میریم به طواف صحن و سرای باصفاشون و آرزو داریم که ظاهر با معرفتشون باشیم. چجوری زندگی میکردن؟ برای خانوادهشون، تعاملشون با افراد خانواده، افراد اجتماع، سیر اجتماعیشون خلاصه چجوری بود؟ ببینیم ما میتونیم الگو بگیریم تو زندگیمون، یه ذره رنگ و بوی زندگیمون شبیه رنگ و بوی زندگی امام رضا جانمون بشه یا نه. ریش و قیچی دست شما، از هر جایی که صلاح میدونین شروع بفرمایید. منتها برای اینکه یه تعاملی بشه، یه مکسی هم بشه، یه فاصله دوستانمون بگیریم و برگردیم و دیگه از به بسم الله شروع کنیم. خدمت از ماست. بفرمایید، خواهش میکنم. بنگر که من از مرز جنون رد کردم، آقا بطلب هوای مشهد کردم. الهی آمین. الهی که هرچه زودتر یه زیارت درست درمون خیلی باحال نصیب و قسمت هممون بشه، عارفاً به حق انشالله. آقا بسم الله. انشالله. خواهش میکنم. من در روایات دیدم زیارت امام هشتم علیه السلام چند تعبیر تو روایات هست. یه وقتی هم تو شبکه‌های اجتماعی دیدم بعضی اونور آبیا مورد تمسخر قرار دادن چون نفهمیدند و مطلب جا نیفتاده، ضمن که عمد داشتن این کارو کرده. حالا من توضیح بدم. بفهم. تو بعض از روایات داره که ثواب زیارت امام رضا علیه السلام معادل با 70 حج و عمره مقبوله. تو بعض از روایات داره 700 تا، تو بعض از روایات داره 70,000، تو بعض از روایات داره که 700,000، تو بعض از روایات داره 1,000,000. بالاخره کدوم؟ همه اینا درسته، بستگی به معرفت زائر داره.
هر میزانی که زائر معرفتش بالاتر بره درجه و ضریب ثواب زیارتش بیشتر میشه. اگر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه. هر چی گدا بله. در واقع بیشتر به طلب ظرف وجودیش بیشتر باشه معذور. اینم یادمون باشه زیارت به زیاد موندن تو حرم نیست. یعنی هر چی بیشتر اون بیشتر گیرت بیاد. مثلا به دور زدن فقط قرآن و مفاتی تو حرم نیست. یعنی کمی نیست، بیشتر کیفیه. هم کمیه هم کیفیه، ولی بیشتر میدونی که اون کیفیت خیلی مهمه. تشرفاتتون رو بیشتر کنید. به جای یه شب تا صبح 2 بار حرم برم، 2 تا 1 ساعت، 2 تا 2 ساعت، ولی خوب اشک مثلا یه ربع دیگه مونده تموم بشه سریع از حرم بیام بیرون. اون تازگی حفظ بشه. یه وقت خدای نکرد به بتالت نگذره تو هم زمانی. بتالت نگذره، همینم که باید اون حریم تازگی تو حرم بر آدم تکراری نشه. این خیلی مهمه. خب این همه زیارات گفتن، ثواب زیارت گفتن، همه اینا درست، ولی یه اتفاق دیگه تو زیارت میافته. اصلا تعریف زیارت چیه؟ میگن حضور و زائر عند المزور. وقتی شما به عنوان زائر، حالا از راه دور یا از راه نزدیک فرقی نمیکنه، خودتو در محضر امام میبینی، یا به صورت فیزیکی یا با دلت. الان خیلی ها مشهد نیستن و دلشون اونجاست. اونجا هستی، یه فعل و انفعالاتی بین زیارت شونده و زیارت کننده اتفاق میافته. صفات زیارت شونده به اندازه ظرفیت زائر از زیارت شونده این صفات به زیارت کننده منتقل میشه. عجب. یعنی شما ولی چند تا مثال ملموس بزنم. تو حرم امام رضا کسی مثلا ویلچر داره، مادرشه پدرشه داره، میبردش، حواسش نیست، دفعه به پای شما پای من میخوره. خب اگه تو خیابون باشه ممکنه یه خود اکوره درم تو حرم، ببخشید خواهش میکنم ما رو دعا کنید. مهربونتر میشین. اون رعوفیته به ما رعوفیت منتقل میشه، سخاوت منتقل میشه، این که همه با هم مهربون میشن. التماس دعا. ممکنه حالا لفظ خوبی نباشه، ممکنه من با کسی خیلی هم خوب نباشم، تو کوچه و خیابون سایه هم با تیر بزنیم، ولی اونجا که هستیم این صفت عطوف بودن امام، راست میگین، رعوف بودن امام، هممون این تجربه رو کم و زیاد فکر کنم داریم. بعد میبینی چقدر حالت خوبه تو حرم. خیلی خیلی حالت خوبه تو حرم. میخوام بگم خدای تو حرم امام رضا خدای تو بازارم هست. راست میگی. خدای تو حرم امام رضا خدای تو خونه هم هست. امام هشتم با زن و بچه‌اش چجوری تا میکرد؟ چجوری تا میکرد؟ با مردم. آقا رفته حمام، اون موقع هم حمام عمومی بود، طرف امامو نشناخته، یه چیزی شنیده امام رضا علی ابن موسی هست اما نمیدونه مصداقش این آقاست. آقا محبت میکنه یه پشت ما رو کیسه بزنی؟ حضرت هم به چشم. همجوری داشتن کیسه و صابونشو میزدن، یه بنده خدایی اومد و گفت سلام علیک ابن رسول. حضرت شناخت، به اون نهیب زد که فهمیدی این کیه؟ این آقا پسر پیغمبره. شروع کرد عذرخواهی که آقا ببخشید نفهمیدم، اشتباه کردم، عفو کنید. حضرت فرمود بابا تو یه مؤمن بودی، از من یه تقاضایی کردی، من تقاضای تو رو لبیک گفتم، چرا قد عذرخواهی میکنی؟ یعنی ببینید بزرگی، آقای قوامی بیننده های بزرگوار، بزرگی به سن نیست فقط. بعضیا سنشون کمه اما خیلی بزرگن. یه کسی به عباس عموی پیغمبر عرض کرد که شما بزرگترید یا پیغمبر؟ یه جواب خیلی لطیف و نغزی داد، گفت که انا اسن من، من سنم بیشتره، ولکن هو اکبر منی، اون از من بزرگتره. بزرگی به بخششه. احسن. بزرگی به اینه که خیلی چیزا رو دیدم ولی ندیدم، تغافله. بزرگی به اینه که یا آقای میگه رفتم بازار خرید کنم،
یه جنسی میخواستم، تعدادم میخواستم. گفتش که آقا برو از اون مغازه روبروی خرید کن. گفتم آقا اومده از شما. گفت همین جنس و همین قیمت رو ایشون داره. گفتم چرا؟ گفت حقیقتش یکی دو روز پیش با من درد دل میکرد، چک برگشتی داره، خیلی ذهنش مشوشه، اعصابش در و داغونه. برو از اون بخر، یه خیری بسون، یه چکشو پاس کنه، شاد بشه. خدای منم بزرگه. این بزرگیه. یعنی میخوام بگم که صفات امام منتقل میشه. همینطوره. اگر ما رفتیم زیارت امام رضا و برگشتیم، قبل زیارت و بعد زیارت اون تغییر کردیم، معلومه بدونیم زیارتمون زیارت بوده و الا نه رفتیم و برگشتیم و همونی که همونم، بازم همونم که همونم، بازم اثر داره ها. ولی میخوام بگم که اینکه انسان خودشو در محضر خدا و در محضر امام رضا و در محضر امام زمان ببینه. الان مثلا دارم میگم اگر من در رسانه اینجا دارم صحبت میکنم ولی یه جا منبر برم، آیا اینجا همون مطلبی رو میگن که در منبر میگم اینجا همه میبینن، آیت الله میبینه، حوزه علمیه میبینه، اساتید میبینن، خیلی حواسمون جمع میکنم. حالا عرضم اینه که وقتی انسان خودش در محضر امام رضا و ذوات مقدسه دید، خیلی مراقبه. آقا آبرو مؤمنه نبری، یا آبرو مؤمنه. روایت دارم که خبری از کسی به شما رسید، اول بگید من باور نمیکنم. اگر من توجیه کرد، البته تو مسئله شخصی دارم میگم، معاملات مثلا 2-3 نفره، اگر اومد توجیه کرد، تو روایت داریم در توجیهش کمکش کنم. این که اومده گفته ببخشید اشتباه کردم، دیگه اجازه ندی بیشتر از این خودش بنده خدا بشکنه. آقا چیو ببخشم؟ برای چی ببخشم؟ تا به پام نیفتی نمیبخشم. نشد که. این خیلی مهمه که یعنی لذا روایت داره المؤمن اعظم حرمتا من ملک مقرب. المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. از کعبه حرمت مؤمن بالاتره. خیلی مهمه. اینا رو باید ما رعایت کنیم انشالله که امام رضا به هممون عنایت میکنه. یکی از کارهایی که امام معصوم علیه السلام میکردن انس با قرآن بود. چقدر وقت داریم ما؟ به من میگن دوستان، خدمتتون عرض میکنم. عرض شود انس با قرآن. ما 3 جور قرآن داریم. این قرآنی که من عرض میکنم 3 جور داریم. این یادگاریه که من از استاد مرحوممون مرحوم آیت الله حاجی مجتبی تهرانی داریم. 3 جور قرآن. قرآن تنزیل، همین قرآنی است که همه جا هست. قرآن ناطق، 14 معصوم هستن، و قرآن ساعد، از سعده با صاد، که دعاها هستن. و لذا امام هشتم خودشون قرآن ناطق بودن، انقدر انس با قرآن داشتن 3 روز یه مرتبه قرآن رو ختم میکردن و میفهمدن من زودتر از اینم میتونم، اما به آیه‌ای نمیرسم مگر این که برای چی نازل شده، مرحبا به ناصرنا، کی نازل شده. اینا فکر میکنم. لذا میخوام بگم که کف قرآن خوندن 50 آیه است. انشالله بتونیم تو این دهه کرامت انسمون با قرآن در مرتبه قرائت و تدبر و عمل به قرآن انشالله بیشتر از قبل کنیم. شنیدم تو مناظراتی هم که مأمون براشون ترتیب میداد، مناظرات علمی و اینا که بود، که مثلا بلکه دی پیداشن امام رضا رو شکست بدن و تو نظر عام جایگاهشون به اصطلاح تنزل پیدا بکنه، امام جوابی که میدادن بر اساس آیات قرآن برگرفته از آیات قرآن پاسخ میدادن. نشون دهنده تسلط و اشراف کاملشون. آقا خیلی ممنونم. سلامت بشید. ان شاء الله به شرط توفیق و حیات ما شب‌های آتی همین مسیر رو ادامه میدیم و ان شاء الله خدمت شما بیاد از محضرتون. اجرتون با حضرت رضا اوامری نیست. عرضی ندارم، التماس دارم بیننده ها ما هم دعا کنید. محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. ان شاء الله شب‌های آتی خدمت شما خواهیم بود و خدا کنه که همه من و شما از زائران همونجوری که فرمودن با معرفت امام رضا جانمون باشیم. یه سفره پهنه دیگه، حیف نیست یکی سر این سفره هیچی گیرش ندید که یه خورده نون، یکی دیگه هم بهترین غذا رو ان شاء الله که سر این سفره که حالا خدا لطف کرده برای ما ایرانی ها رقم زده، غذاهای خوب معنوی و همچنین مادی نصیب قسمت هممون بشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.